توهین به قرآن کریم در قبرستان‌های ایران. الله متعال درباره قرآن کریم می‌فرماید: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم، به راستی پندی از سوی پروردگارتان آمده که مایه بهبودی و درمان بیماری هایی است که در سینه هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است. قرآن که داروی زنده ساختن قلب های مرده است، برای عده‌ای جز کتابی برای مردگان نیست. در جامعه شیعه هر کجا که صدای تلاوت قرآن به گوش رسد، این سوال در ذهن مردم خطور می کند که چه کسی در این نزدیکی ها مرده است. این عده به جای آنکه قرآن را برای حل مشکلات زندگان استفاده نمایند، فقط در هنگام مرگ اطرافیان به یاد آن می‌افتند و به سراغ آن می‌روند، گویی قرآن برای مردگان نازل شده است. مصیبت بزرگتر آن است که آیات قرآنی را بر سنگی نوشته و بر روی قبری می‌گذارند که به مانند سنگ فرش پیاده رو بر روی آن لگد می‌شود. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. هرگز چنین مکن، بیشک این آیات مایه پند است. هر کس بخواهد از آن پند میگیرد. در الواح و نوشته های ارزشمندی چون لوح محفوظ ثبت است، در الواح بلند پایه و پاکیزه که در دست نویسندگانی از فرشتگان است، فرشتگان گرامی و نیکوکار. نفرین بر آدمی که چه ناسپاس است.